جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. ماه مبارک رمضان، روزی رمضان، سبحان الله. از زمانی که تو امساک میکنی 10 دقیقه 5 دقیقه قبل از اذان صبح تا زمانی که منتظر سر سفره افطار نشستید که امام بگه و مؤذن بگه الله اکبر، خداوند فرشتگان رو مسخر کرده که طلب مغفرت بکنن برای انسان روزه‌دار. سبحان الله. این روزه چقدر مهمه برای خداوند و این روزه‌دار چقدر برای الله مهمه که کل فرشتگانشو پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند 5 تا خصلت و ویژگی خداوند به امت من داده که به هیچ امتی غیر از امت من در رمضان نداده. یکیش همینه، از زمان امساک تا چه افطار فرشتگان مسخرن که برای روزه‌دار طلب مغفرت بکنن. تنها عبادتی است که ریا در اون داخل نمیشه. اگر در روز رمضان کسی بگه من امروز روزه‌ام، نیازی نیست تو بگی روزه‌ام که بخواد ریا بکنه، همه روزه‌ام. پس روزه از ریا در امانه. تفاوتش با نماز چیه؟ و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده که روزه سری است بین رب و عبد. الله گفته این سری است بین من و عبد من، کسی دخالت نکنه، پاداشش هم من خودم میدم. هر روز بهشتشو مزین میکنه. به بهشتش میگه دومین ویژگی در رمضان، به بهشتش میگه هر چه زینت داری در رمضان بگیر. نزدیک است که بنده روزه‌دار من سختی و مشقت‌های زندگی و دنیا رو از کولش بندازه پایین و مهمان تو بشه. سومین ویژگیش این که بوی بد دهان روزه‌دار نزد خداوند از بوی مشکم چه عزیزتر و خوشبوتره. و علما میگن بعد از زوال که به طرف غروب میرید، هرچی به غروب نزدیکتر میشید این معده که خالی تر میشه بوی و رایحه بدی رو ترشح میکنه، نتیجه خلو معده هست. کراهت داره خصوصا بعد از عصر به طرف غروب که این بوی بدی که نتیجه عبادت و روزه هست بخوای با مسواک زدن از بین ببرید. مسواک کراهت داره، این بو باید به اوج برسه. این بو خریدار داره، خریدارش اللهه. بوی مشک نتیجه عبادت و بندگی است، مثل خون شهیدی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اللون لون الدم و الریح ریح المسک. خون شهید رنگش رنگ خونه، اما بوش نزد خداوند بوی مشکه. خداوند در حج موهای پریشان و صورتهای غبارآلود و قدمهای غبارآلود در صحرای منا و مزدلفه و عرفه خریدارشه. اشعث اغبره، چون که این پریشانی و این غبارآلودی نتیجه عبادته. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. چهارمین ویژگی این که خداوند شیطان رو به زنجیر میکشه. جهنم 7 تا در داره، درها رو همه میبنده و بهش 8 تا در داره، هر 8 تا رو در رمضان باز میکنه، از جمله در ریان، دری که فقط روزه‌داران امت محمد صلی الله علیه و سلم از این در وارد میشن و آخرین روزه‌داری که وارد شد اون در بسته میشه. به خاطر که در ماه مبارک رمضان اعمال صالح و کارهای خیر اونقدر به اوج میرسه
و حس و حال و هوای بندگان خدا اونقدر رشد میکنه و ایمانی میشه. سبحان الله، که خود به خود درهای جهنم بسته میشه، چون اعمال خیر در دنیا به اوج میرسه. تحقیقات نشون داده در دنیا آمار و ارقام که جرم و جنایت در ماه مبارک رمضان در کل دنیا کم میشه. حتی خلافکارا هم روزه هستن. اگه روزه هم نباشن جرم و جنایت برید بخونید تو ماه مبارک رمضان به حد اقل میرسه. اما پنجمین ویژگی امت محمد صلی الله علیه و سلم در رمضان، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خدا در آخرین روز رمضان بر امت محمد، بر امتم منت میگذاره و مورد مغفرت قرار میده. یکی سوال کرد یا رسول الله، اون آخرین روزی که شما میگید خداوند امت منو میامرزه در رمضان، ببخشید در آخرین شب رمضان، آیا اون شب قدره؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت اگر اجیری و عاملی کاری رو شروع کرد پیش کارفرمایی، وقتی کارشو در غروب به پایان رسون، مزدشو پایان کارش میگیره. این شب قدر نیست. این برادر و این خواهر روزش یک ماه کامل کرده در آخرین شب رمضان، خداوند اونو مورد مغفرت قرار میده. شب قدر شب دیگه هست. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر یک شب استثنایی است. درهای 7 آسمان همه باز میشه. تنزل الملائکه و الروح فیها. اینجا روح یعنی جبرائیل و الملائکه فیها، ملائکه یعنی کل ملائکه. در بلاغت اگر عام ذکر خاص بعد از عام انجام گرفت، با وجودی که اون خاص از جمله عام بود، این دلالت بر شرف خاص میده. پس جبرائیل جزء ملائکه است، ولی اینجا جبرائیل رو جداگانه مطرح کرده. این دلالت بر شرف جبرائیله. درهای 7 آسمان باز میشه. در اون شب این موجودات نورانی زمین و اهل زمین رو نورباران میکنن. تو مساجد، تو کوچه ها، تو طرقات، تو راه ها، تو مجالس، هر جا مجلس ذکری باشه، مثل مور و منخ میریزن اونجا. خوشنودن و راضی هستن به کاری که اونها دارن انجام میدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند، ارشاد میکنه امتشو، واقعا دلسوز بوده، میگه اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا. قالوا و ما ریاض الجنة یا رسول الله؟ قال حلق الذکر. میگه اگر به گذرتون در دنیا به باغی، بستانی از بستانها و باغهای بهشت افتاد، خوب بچرید، خودتون رو سیر کنید. گفتن یا رسول الله، باغ و بستان بهشتی در دنیا کجاست؟ گفت حلق الذکر، حلقه هایی که در اون ذکر و عظمت و بزرگی و یاد خدا میشه. اونجا باغ های بهشت در روی زمین، خودتون رو سیر بکنید، خوب بچرید.